این خبر اشک مردم ایران رو در آورد. اقدام جدید کشوری که فارسی زبونه اما قوانینش با ایران زمین تا آسمون فرق داره. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تو اقدام جدیدش اعلام کرده به هر خانواده تاجیکی 2 جلد شاهنامه فردوسی هدیه بدن تا مردم بدونن اصالتشون به کجا برمیگرده. جالبه بدونی تو این کشور برخلاف تصور عموم دین و حجاب کاملا اختیاریه و دین هیچ نقشی توی قوانین نداره. مدارس مختلط هستن و هیچ تفکیک جنسیتی وجود نداره. عبادت در مکانهای عمومی ممنوعه. مردم فقط توی مسجد و کلیسا یا خونه‌های خودشون میتونن عبادت کنن. مشروب فروشی ها و طرب خونه ها به وفور هستن، ولی فقط تو مکانهای خاص یا خونه ها مجاز نوشیدن مشروب هستن. جوانها وقتی ازدواج میکنن دولت بهشون زمین میده تا خونه بسازن. برای همین مردم معمولا دغدغه مسکن ندارن. دین توی مدرسه ها تدریس نمیشه و تا قبل از 18 سالگی هیچ کس حق انتخاب دین نداره تو این کشور. شما میدون فردوسی و مجسمه کوروش بزرگ رو به وفور میبینی. واحد پول این کشور سامانیه و از تصاویر ابوعلی سینا برای تزیین اسکناس‌های خودشون استفاده میکنن. حتی ایرانی‌ها به محض ورود به این کشور 1 روز رایگان تو هتل‌هاشون مهمون دولت هستن و تاکسی مخصوص و پلیس مخصوص گردشگری برای ایرانی‌ها گذاشتن چون خودشونو آریایی میدونن. به افتخار تاجیکی‌های عزیز این پست رو لایک کنید و بگین دوست داشتین به کشورشون سفر کنین؟